بازم خبر تو خبر سال و ورودی بر آنچه که گذشت. بعد از اینکه سیدعلی اذن نرمش قروقنبیل قهرمانانه رو صادر کرد، ممجواد ظریف همراه با دار و دسته جام زهریش عازم ژنو شد تا جام اول رو برای سیدعلی مهیا کنه. یک ناهار هسته‌ای، در حالی که ظریف معتقد است دستور کار مذاکرات رسیدن به توافق دیگه. ظاهراً نرمش قهرمانانه سیدعلی بیشترین تأثیر رو روی ماهیچه فک و لب و لوچه ظریف گذاشته بود، چون هر جا میرسید نیشش تا بناگوش باز میشد تا وانمود کنه که همه چی به خوبی و خوشی داره پیش میره. اما هرهر و کرکر ظریف فقط مال 5+1 بود. وقتی به مجلسی‌ها و جناب رقیب رسید، لبخند تبدیل به زهرخند شد. امریکایی‌ها حرف بیخود میزنن. حالا من استنادام بهتون میگم، این استنادارم به محض اینکه آقای کری اون حرف رو زد تو توییتر گذاشتم. ممجواد ظریف با این ژستای آگوست کنتی و ریش بلا تکلیفش میخواست نشون بده که جوشکار خوبی هم هست و میتونه سر و ته اختلافات داخلی رو لحیمکاری کنه. تکلیف 200 کیلو اورانیوم 20% ایران موضوع بعدی گزارش وزیر خارجه به مجلسی ها بود. 200 کیلوی دیگه که الان باقی مونده قرار 100 کیلوشو تبدیل به اکسید بکنیم که برنامه‌مون بوده انجام بدیم. 100 کیلوی دیگرش هم قبلا بحث این بود که بفرستیم خارج، این کارا رو بکنیم. قبلا بحث این بود که کلشو بفرستیم خارج. الان بحث اینه که 100 کیلوی بقیه‌اش هم تبدیل می‌کنیم به 3.5%. اما ته خط معلوم شد این ظریف نه جوشکار خوبیه، نه بلد تو سیاست خارجی به سیدعلی فرمون درست و درمون بده. ته این همه خنده ها و عربده ها و شاخ و شونه کشیدن ها و برو و بیا و اینا و اونا چی شد؟ هیچی. آب سنگینشو کشیدن و در سایت ها رو هم پلم کردن. بازرسان در حال باز کردن حلقه اتصال 2 آبشار این سایت هسته‌ای و مهرموم کردن اون هستن. بازرسان بعد از نطنز به فردو رفتن و حلقه اتصال 4 آبشار اونجا رو هم مهرموم کردن تا غنیسازی 20% برای 6 ماه تعلیق بشه. برای رفع مشکلات کشور به نیروی درونی این کشور توجه کنند. چشم به بیرون نباید دوخت. لبخند دشمن را نباید جدی گرفت، نباید فریفته اون شد. شیخ فری و شرکا برای اینکه خودشونو از تک و تان اندازن و جلوی باند رقیب آس رو کنن، گفتن به جاش تحریما رو بر میدارن. اما تحریما رو که بر نداشتن هیچی، اضافه هم شد. در حالی که کمتر از 2 هفته از توافق ژنو میگذره و بر طبق این توافق قرار بود هیچ تحریمی دیگه علیه ایران وضع نشه، مقام‌های اروپایی این هفته 17 شرکت ایرانی رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کردند. چون این غربی‌ها عجیب قابل اعتمادن و بر عهدشون وفا دارن. نتیجه این که ولی فقیهی که بره تو کار نرمش، النهایه باید پی این دردسرا رو هم به تنش بماله. تمام این جنگولک بازی ها تازه اول داستان زهرخوری عظما بود. جام اولو که زد، حقوق بشر و ماهواره و فیسبوک و باقی داستان هم شروع شد و حسرت یه خواب راحت رو به دل عظما گذاشت. نگرونم که نخواهی شب و با خیال راحت تنها دم تو باشه شب و تیک تیکای ساعت. نگرونم که نخواهی شب و با خیال راحت تنها دم تو باشه شب و تیک تیکای ساعت.
قضیه ماهواره به جاهای باریک کشید و صدای قرقر و فرفر از توی تیویریش بلند شد. تا چندی پیش 2 کشور در جهان استفاده از ماهواره ممنوع بود. یکی افغانستان بود، یکی ایران. ولی همین الان افغانستان هم دیگه آزاد هست. در ایران خیلی بده برای ما تو قرن 21 در دهکده جهانی زندگی کنیم بگیم ماهواره ممنوع. بریم بریزیم مثلا این دیشا رو جمع بکنیم، با بد اخلاقی برخورد کنیم. این اصلا در دون شأن فرهنگ اصیل اسلامی کشور ما هست. بعدم داستان شل شدن فیلترینگ فیسبوک کشید به تیویریش. عضویت در شبکه اجتماعی طبق هیچ قانونی جرم نیست. عضویت در فیسبوک اصلا جرم نیست. مقامات امنیتی، مقامات انتظامی، مقامات قضایی ما صراحتاً این مسئله رو گفتن. الان وزرای ما عضو شبکه فیسبوک هستن. پس صرف عضویت به اصطلاح جرم محسوب نمیشه و ممنوعیتی نداره. میبریم به عنوان شاخص سایت‌های شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هم هستن. تقریباً اغلب شبکه‌های اجتماعی اصلی در ایران الان فیلترن. که ما یک رویکرد فناوری ستیزانه در داخل ایران داریم که در برابر هر پدیده جدیدی مقاومت میکنه. منظورتون اینه که ایرانی‌ها اینطور هستن؟ یک نگرش در داخل کشور هست. گاهی به بهانه‌های امنیتی، گاهی که من الان مثلا نماینده اون هستم. اصلا من همچین حرفی رو نمیزنم. من میخوام به شما بگم که این نگرش الان داره در برابر شبکه‌های اجتماعی مجازی مقاومت میکنه. مگر ما نمیگوییم که حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکنه میخواد جامعه جهانی مدیریت بکنه؟ جامعه جهانی امروز فیسبوکه. چرا شما ترس دارید از اینکه در محیط فیسبوک پیامتون رو منتشر بکنید؟ پیام نزد ماست، نزد جمهوری اسلامی و نزد انقلاب اسلامی هستش. ما میتونیم از این ظرفیت جهانی استفاده بکنیم. یکی مثل این میگفت شلش کن، یکی هم مثل این احمقی مقدم میگفت سفتش کن. احمدی مقدم به استفاده برخی مسئولان از شبکه‌های اجتماعی هم واکنش نشون داد. اون چیزی که تا الان قانون معین کرده بحث فیلتر کردنه. فکر میکنم که این روشی هم که بعضی مسئولین شروع کردن آرام آرام خودشون از این خطوط عبور میکنن چیز خوبی نیست. همین که ما فیلتر میکنیم برای شهروندان، همه مسئولین باید رعایت کنن، ولی در هر صورت نمیتونیم که با زیر پا گذاشتن قوانین خودمون همراه بشیم و این بهانه رو به دست بعضی متخلفان بدیم که نتونیم پاسخگوی اونها باشیم. وسط این بکش یه یخچال فرنگی مثل اینم پیدا شد و یه پیشنهاد سازنده برای آخوندیزه کردن فیسبوک داد. خیلی سایت های اجتماعی مثل فیسبوک رو گنده نکنیم. دوم، لااقل فیسبوک رو فیلتر هم نمی کنیم یا مجاز نیست، به هر دلیلی اوناش کار ندارن، باید بررسی بشه کارشناسان. لااقل به موازات خودمون یه کاری بکنیم. بارها پیشنهاد دادم فیسبوک فیزی ببریم، سایت را بندازیم فیسبوک، لااقل جانشینش کنیم. سیگار رو میخوای بگیری یه شیرموزه به طرف بده. امروز به یک مشنگکده میریم تا بسیج فعالانه مشنگای نظام برای مقابله با تهاجم فرهنگی رو گزارش کنیم. آیا میدونستید که پپسی یکی از عوامل استکباره؟ چای باعث سرطان میشه. اگر یه مقدار چای رو تو حوض بریزید همه ماهیا میمیرن. جهت اطلاعتون، برای معدوم کردن چای فقط باید آتیشش بزنن، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. تو دریام نمیشه بریزید. یه گیاه شدیداً سمی است. گفتن همین نوشابه‌ای که به نام پپسی به مردم میدن میخورن، خود کلمه پپسی که الحمدلله زمان طاغوت علما دستور دادن و حرام اعلام کردن که مردم نخوردند و خیلی مؤثر بود، خود کلمه پپسی به کلمه انگلیسی پی اولش میشه پی، ایش میشه ایچ به انگلیسی، پی دومش میشه پنی، بعد اسش میشه سی، بعد آخریش هم میشه اسرائیل. یعنی با هزینه کردن، خرج کردن یه پنی، اون زمان میگن پنی، الان میگن مثلا دلار یا مثلا سنت، یورو، حالا هرچی، یه پنی در نگهداری اسرائیل، حفظ اسرائیل کمک کنید. معنای پپسی یعنی این. وضعیت به قدری خطریه
که مشنگا برای مقابله با تهاجم فرنگی به پتروس فداکارم رحم نکردن. آخه بنده خدا این همه سال تو کتاب درسی ما فداکاری کرد، این یکی دیگه به چه جرمی؟ بابا هلندیا پیغام فرستادن تو رو جان مادرتون اون پتروس رو بردارید. برای چی؟ هلندیا میگن به عقل ما دارن شک میکنن، تو اگه با پتروس حال کردی ما کاری نداریم. نمیشه با یه انگشت سولاخ سد رو نگه داشت، سد میتره که نمیشه. وردارید حالا شما اگه حال میکنید با پتروس بذارید لاغر پتروس مثلا آلمانی بوده، این هلندیه رو وردارید زایه است بابا. گیر داده پتروس رفت انگشتشو کرد تو سوراخ سد نگه داشت. صدای قرقور قورباغه ها می آمد، پتروس کماکان انگشتش رو نگه داشته بود. بله، زباله احکام. بله.